محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیر کل، خانم ها و جنابان، پیش از همه میخواهم رئیس اجلاس نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب عبدالله شاهید را به مناسبت انتخاب شدنشان به این مسند تبریک و تهنیت نمایم. همکاران گرامی، 9 سپتامبر سال جاری مردم شریف تاجیکستان رویداد بسا تاریخی و خاطرمان 30 سالگرد استقلال دولتی کشور را تجلیل نمود. در سالهای اولی صاحب استقلالی کشور ما غرق حادثه های فاجعه بار جنگ تحمیلی شهروندی گردیده روزهای سنگین را پس سر کرد. خاتمه بخشیدن به جنگ، به هم آوردن طرفهای درگیر، تأمین صلح و ثبات، همزمان برقرار نمودن مناسبت‌های دیپلماتی و همکاری‌های سازنده با کشورهای عالم برای ما از وظیفه‌های اولین درجه به حساب می‌رفتند. نوابسته از دشواری‌های موجوده، محض به شرافت سیاستی درهای گشاده و صلح‌جویانه به ما میسر شد که در عرصه جهانی جایگاه سزاوار خود را پیدا و رشد استوار کشور را تأمین نماییم. همکاران گرامی، وضع به این هم نااستوار زمان معاصر را رقابت‌های گیاسیاسی و گیااقتصادی و افزایش سطح تهدید و خطرها، اینچنین پنجشوی بی‌سابقه بیماری‌های سرایتی باز هم مرکب‌تر کردند. چون این حالت مسئولیت دولت‌ها را برای راه‌اندازی سیاست دوراندیشانه و هماهنگ جهت حل فراگیر مشکلات معاصر دوچند می‌گرداند. نقش سازمان‌های بین المللی و منطقوی، خصوصاً سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن در امر پیدا کردن راه‌های حل باثمر مشکلات جهانی معاصر کلیدی میباشد. جناب رئیس، تحولات اخیر در افغانستان که به بحران سیاسی و بشری و اداره دولتی ربط میگیرد، تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه میباشد. وضع بحرانی افغانستان که با تاجیکستان قریب 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارد، حکومت و مردم کشور ما را به تفاوت گذاشته نمیتواند. به سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، روند به این هم مرکب گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است. از سوی حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده‌های قبلیشان عاید به تشکیل حکومت فراگیر همه‌شمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. تاجیکستان همه گونه بیقانونی، ظهورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. متاسفانه سازمان‌های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت‌های ساکن افغانستان و آزادی‌های شهروندان آن کشور، بخصوص زنان و کودکان، خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی کنند. چنانکه در حادثه های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهد نقص فاجعه بار حقوق بین المللی انسانی گردیده ایستاده ایم. با مردم پنجشیر دسترسی به آذوقه‌واری، دیگر مواد مورد نیاز
اولین درجه اینچنین کمک‌های بشردوستانه بسته شده. حتی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی‌توانند جهت اجرای عهدهداری‌های بشردوستانه خود به منطقه پنجشیر وارد شوند. وضعیت با وجود آمده فاجعه گومانیتری به حساب می رود. شدت روزافزون مبارزه های قومی و گروه های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما می باشد. با در نظر داشت این حالت راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه قشرهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوم‌های این کشور تاجکان افغانستان نیست که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. جناب رئیس، ما به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، ولی بر این باوریم که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه‌های سیاسی و اقلیت‌های ملی و قومی تشکیل کرده شود. همین ترتیب ضرور می‌دانیم که ساخت دولتداری در آن کشور از راه رای‌پرسی و با در نظر داشت موقع تمام شهروندان کشور معین کرده شود. تأسیس همه گونه حکومت بدون با اعتبار گرفتن منفعت‌های کل مردم افغانستان می‌تواند باعث عاقبت‌های فلاکتبار در این کشور گردد. طی جنگ تحمیلی و ناآرامی بیش از 40 ساله که مردم افغانستان برای سر زدن اینها گناهی ندارند، افغانستان به میدان بازی‌های گیاسیاسی مبدل گردید و از عاقبت‌های آن تمام جهان از طریق حادثه‌های مدهش سپتامبر سال 2001 خوب آگاه است. افغانستان جبردیده و ملتی به ما دوست و برادر آن نباید دیگر باره به ورطه جنگ‌های خونین تحمیلی کشیده شود. از این لحاظ جامعه جهانی باید به تقدیر قوم و ملت‌های مسکون افغانستان و همسایه‌های آن بی تفاوت نباشد، زیرا آنها را راه دراز پر از مشکلات حربی و بشری که در نتیجه قرار به ملاحظه برآوردن نیروهای خارجی از این دولت پیدا شده است انتظار است. ما همچون همسایه نزدیک همیشه جانبدار حل و فصل فراگیر قضیه افغانستان و احیای صلح و ثبات پایدار در این کشور می باشیم و من بعد نیز در این موقع خویش استوار خواهید بود. در این رابطه ما از جامعه بین المللی دعوت می نماییم که برای هر چه زودتر و با استفاده از راه‌های مسالمت آمیز به اعتدال آوردن وضع دشوار سیاسی و امنیتی و تأمین صلح و ثبات در افغانستان چاره‌های فوری و مؤثر اندیشد. تاجیکستان بارها از سازمان‌های بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت کرده بود که به مردم افغانستان کمک فوری خود را رسانند. ما بر این نظریم که در پیشبرد این روند سازمان ملل متحد باید نقش کلیدی داشته باشد. همکاران گرامی،
مردم آسایشته افغانستان امروز با دهشت روبرو شده است. ما باید درک کنیم که این حالت با گناه مردم افغانستان سر نزده، بلکه از بیرون تشکیل و به مردم افغانستان تحمیل شده است. در این حالت سخن درباره قتل عام مردم آسایشته، سابق کارمندان نیروهای امنیت ملی و خدمتچان دولتی افغانستان می رود. گروه های گوناگون تروریستی با استفاده از وضع نااستوار نظامی و سیاسی در افغانستان موقع خود را فعالانه مستحکم کرده ایستاده‌اند. ما شاهدی از محبس‌ها آزاد شدن هزاران اعضای داعش، القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی گردیدیم. یعنی جای نگرانی و تأسف است که امروز افغانستان در راه دیگرباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل یافتن قرار دارد. تاجیکستان که بنابر موقع جغرافی خود در خط پیش مقاومت با خطر و تهدیدهای معاصر از قبیل تروریسم و افراطگرایی، تندگرایی، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فرامرزی قرار دارد، با ادامه سعی و تلاش‌های خود جهت پیشگیری از پهن‌شوی آنها دستگیری جامعه جهانی را در این روند ضرور می‌شمارد. همکاران گرامی، تاجیکستان به منظور تأمین صلح و ثبات پایدار سرتاسری با شریکان خود و سازمان‌های بین المللی، بخصوص نهادهای دخلدار سازمان ملل، پیوسته اقدام‌های مشترک را راه اندازی می‌نماید. تطبیق موفقانه استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان آید به مبارزه با تروریسم و افراطگرایی برای سالهای 2016-2020 جهت تهیه و قبول استراتژی نوی مقاومت با تروریسم و افراطگرایی در تاجیکستان برای 5 سال آینده زمینه مساعد فراهم آورد. مقاومت با گردش غیرقانونی مواد مخدر، ماده‌های پسیخوتراپی و پریکورسورها که درآمد از معاملات آنها یکی از منبع‌های اساسی مبلغ‌زایی تروریسم بین المللی می باشد، اقدام‌های مشترک و تلاش‌های هم آهنگ شده جامعه جهانی را تقاضا می‌کند. جمهوری تاجیکستان که ضمن تطبیق استراتژی ملی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر برای دوره تا سال 2020 در این جاده تجربه کافی کسب کرده است، در مقاومت با این ظهورات نامطلوب در سطح‌های منطقوی و بین المللی نیز حصه‌گزار است. با در نظر داشته اصول و روش‌های معاصر مبارزه با این پدیده‌ها و با مقصد پیاده کردن سیاست ثمره‌بخش در این سمت، نیمه اول سال جاری ما استراتژی ملی آید به نظارت مواد نشه‌آور برای سالهای 2021-2030 را قبول نمودیم. جناب رئیس، ما در تاجیکستان قدر و قیمت صلح و اهمیت حفظ و حمایه آن را خیلی خوب درک میکنیم. ما از تجربه مثبت همکاری‌های کشور با سازمان ملل متحد در این راستا قناعتمندیم. از اینجاست که تاجیکستان همیشه از فعالیت صلح آفرینی سازمان ملل متحد پشتیبانی کرده است و این بعد نیز سعی و تلاش خواهد کرد که در برقرارسازی و پایداری صلح و ثبات در منطقه‌های گرفتار نزاع سهمگزار باشد. ما عزم داریم که در آینده در همکاری با دپارتمنت عملیات‌های صلح آفرینی سازمان ملل متحد شماره افسران خود را برای حصه‌گذاری در این روند زیاد نماییم.
گذشته از این با مقصد سهمگذاری در تطبیق اهداف و وظیفه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مبادله تجربه غنی تاجیکستان در جاده مقاومت با خطر و تهدیدهای امنیتی و برقرار کردن صلح و ثبات کامل از طریق مذاکرات ما تصمیم گرفتیم که نامزدی کشور خود را برای کسب عضویت غیر دائمی در این شورا برای سالهای 2028-2029 پیشبری نماییم. ما در این راستا آماده همکاری با همه کشورهای عضو سازمان ملل بوده امیدواریم که آنها از نامزدی تاجیکستان پشتیبانی خواهند کرد. همکاران گرامی، بیماری کووید 19 و موجهای باز هم خطرناک پهن‌شوی آن در برابر تهدیدهای امنیتی و مشکل‌های عمده ذکر شده همانا سبب نگرانی ما میباشد. این بیماری که در ابتدا همچون بحران ساحه تندرستی شروع گردیده بود، باعث بحران جهانی اقتصادی گردیده است. جمهوری تاجیکستان با درک اهمیت همدستی کشورها در رفع عاقبت‌های ناگوار اقتصادی و اجتماعی پاندemia از نقشه عمل فراگیر دبیرکل سازمان ملل متحد جهت واکنش به پهن‌شوی کووید 19 استقبال می نماید. ما اینچنین از سعی و کوشش‌های سازمان و بنیادهای مختلف و برنامه‌های سازمان ملل متحد از جمله سازمان جهانی تندرستی برای دسترس کردن واکسن علیه این بیماری و رسانیدن کمک‌های فوری و دراز مدت به دولت‌های عضو پذیرایی می‌کنیم. نشان دهنده‌های اقتصادی و مالیوی کشورها و عاقبت‌های ناگوار کووید 19 تطبیق سریع هدف‌های رشد استوار را بخصوص برای دولت‌های رو به رشد و سست ترقی کننده طولانی می‌گرداند. از این لحاظ ما با درک نقش مهمی سازمان ملل متحد در تطبیق با ثمر و سریع این اهداف اطمینان داریم که 10 ساله بین المللی عمل برای هدفهای رشد استوار 2020-2030 جهت پیدا کردن راه‌های ثمربخش حل مشکلات جهانی از جمله تغییریابی اقلیم، فقر، نابرابری گندری و مبلغ‌زاری مساعدت خواهد کرد. همکاران گرامی، مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم نیز در راه رسیدن به هدفهای رشد استوار در کشورهای گوناگون از جمله تاجیکستان مانع جدی ایجاد می‌نمایند. تاجیکستان که 93% حدود آن از کوهستان عبارت میباشد، در برابر دیگر کشورهای منطقه از تغییریابی دور هیدرولوژیکی باعث آبخیزی و خشکسالی‌های شدید گردیده و ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و امنیت آزقواری تأثیر منفی رسانیده ایستاده است، نگران میباشد. متاسفانه کشور ما در نتیجه آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله صدها میلیون دلار امریکایی زیان دیده. در اکثر موردها آفت‌های طبیعی سبب مرگ آدمان و از بین رفتن انفراستراکچور حیاتاً مهم می شوند. ما امروزها در عرفه جلسه 26 طرف‌های کنونسیون سازمان ملل متحد آید به تغییریابی اقلیم قرار داریم. بر این باوریم که جلسه مذکور برای دسترسی به هدف‌های سازشنامه پاریس و صورت بخشیدن به تلاش‌های جامعه جهانی
در مبارزه با تغییریابی اقلیم سهمی بارز خواهد داشت. یکی از پیامدهای جدی این روند آبشوی پیریخ‌ها میباشد. در نتیجه تغییریابی اقلیم و گرمشوی بی سابقه هوا از 13,000 پیریخی در کوهسار تاجیکستان موجوده تا امروز بیش از 1,000 آن پر آب شده است. طبق آمار دسترس تنها پیریخ فیچنکه در جمهوری تاجیکستان طی 10 سالهای آخر تا به 11 کیلومتر مربع با تلفات 2 کیلومتر مکعب یخ کاهش یافته است. این همه در حالی است که تا 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی از پیریخ‌های تاجیکستان سرچشمه می‌گیرند. کشور ما از روی پرتوهای قیاسی دو اکسید کربن در جهان جای 135 را اشغال می‌نماید و 96% قوه برق خود را در نیروگاه‌های برق آبی استحصال می‌کند. من به حیث رهبر چنین یک کشور برای دریافت راه‌های حل مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم بارها در همایش‌های بین المللی مربوطه پیشنهادهای مشخص ارائه کردم. در این رابطه من همچون عضو گروه مؤسسان ائتلاف جهانی آب و اقلیم در جلسه نخستین سطح بلندی آن پیشنهاد نمودم که سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان کرده شود. اطمینان کامل داریم که این تشبث برای جلب بیشتر توجه جامعه جهانی به حل مسائل آب و اقلیم و آبشوی پیریخ‌ها مساعدت خواهد کرد. تأسیس بنیاد بین المللی حفظ پیریخ‌ها تحت سرپرستی سازمان ملل متحد اقدام دیگری می باشد که تطبیق آن می تواند برای آموزش فراگیر و پیشنهاد راه‌های مؤثر حل این مشکلات جهانی زمینه گذارد. جناب رئیس، تاجیکستان توسط پیشبرد مسائل مربوط به آب و اقلیم در روزنامه جهانی رشد و پیشنهاد قطعنامه‌های داخلدار سازمان ملل متحد آید به این مسئله ها همچون کشور تشبثکار و پیشصف اعتراف شده سهم باسزای خود را در این روند می‌گذارد. امروزها 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 که با ابتکار تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد اعلان شده است مورد تطبیق قرار دارد. جامعه جهانی با کنفرانس سازمان ملل متحد آید به بازنگری فراگیری میان مهلت این 10 ساله که سال 2023 در شهر نیویورک برپا می گردد با امید می نگرد. زیرا بعد قریب 50 سال این دومین کنفرانس مخصوصی سازمان ملل متحد آید به مسائل مربوط با آب خواهد بود که بار دیگر نقش کلیدی مسائل وابسته به آب را در روزنامه جهانی رشد و نائل گشتن به هدفهای رشد استوار ثابت خواهد کرد. برای ما مایه افتخار است که تاجیکستان همراه با پادشاهی نیدرلند همرئیسی این همایش مهم بین المللی انتخاب شده است. در این رابطه ما علیه کارهای آمادگی را با شریکان خود از جمله با پادشاهی نیدرلند و دپارتمنت سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی آغاز نموده جهت تشکیل روند فراگیر و در سطح بلند برگزار نمودن کنفرانس مذکور چاره‌ها اندیشیده ایستاده ایم.
ما همه جانب‌های منفعت‌دار را برای همکاری گسترده در این روند دعوت می‌نماییم. یادآور باید شد که کشور ما همزمان سال 2022 میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند راجع به بازنگری 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار خواهد بود. باور داریم که این همایش در روند آمادگی با کنفرانس آب سال 2023 نقش مؤثر خواهد داشت. با استفاده از فرصت من بار دیگر آمادگی کشور خود را در پیشبرد مسائل آب و اقلیم در همه سطح‌ها، مخصوصاً در همکاری با سازمان ملل متحد ابراز می‌نمایم. از توجهتان سپاسگزارم.